سلام. اکثر دوستانی که با من در ارتباط هستن میگن ریموت اسپلیت رو توضیح بده. من اینجا برای یه ریموت اسپلیت LG اینورتر رو بردم، یکی یکی این دکمه ها رو میخوام به توضیح بدم که به چه دردی میخوره و چه نحوی باید ازش استفاده ببری. ابتدا ببین یه دکمه داره به نام این، ببین علامت خاموشی روشن، اینه که بزنید دستگاه خاموش روشن میشه. ساده. دکمه بعد که از بالا سرش نایزه، اینو وقتی بزنی یه این علامت درخت اینجا میاد. این حالتیه که هوا رو یونیزه میکنه و خب بالا باکتری که تو هوا داشته باشه و میتونه از بین ببره، مخصوص یونسازی. حالا انرژی کنترل این مال چیه آقا؟ این انرژی ها شما مثلا میزنی با 80% ظرفیت دستگاه کار میکنه، یه بار دیگه که بزنی با 60% ظرفیت کار میکنه. وان تاچ سافت ایر، وقتی که اینو بزنی، آپشن رو بزنی، ببین میاد علامت برق و رعد و برقی که اینجا هست، یه علامت حالا جرقه رعد و برق. اینا وقتی بزنی دمای خود منزل مثل یه نسیم حالا بهاری میشه، یه باد خیلی خنک و حالا نسبتا ملایمی به تو تحویل میده. مود، دکمه خیلی مهمیه. اگه دقت کنیم من با هر بار فشار دادن این دکمه بالای سر کنترل ما تغییر حالت دارم. الان ببین دونه برف یعنی سرمایش، حالت AI یعنی حالت اتوماتیک و هوشمند، حالت قطره یعنی حالت رطوبت گیر یا درای، علامت خورشید یعنی سیستم رو حالت هیتینگ و گرمایشی کار میکنه، و در نهایت علامت فن که فقط یونیت داخلی فنش کار میکنه. خب ما میایم اینجا جت مود چیه آقا؟ جت مود دقیقاً عکس این آپشنه. یعنی چی؟ وقتی شما جت مود رو حالت سرمایشی هم فقط بزنی، یه علامت بیاد اینجا پی او یعنی آقا دستگاه با بالاترین بازدهی خودش و اصطلاحاً به صورت کاتالوگی میگن 110% ظرفیت و توان خودش کار میکنه. مصرف برق خیلی بیشتر میشه، اما پرتاب باد و راندمان موتور به حد اکثر میرسه. 2 فلاش اینجا داری. با وقتی که ببینید وقتی من الان زدم 18 درجه مینیمم ترین حالت این کنترله، و از این طرف وقتی اینو هی بزنی دما میره بالا تا 30 درجه هم میرسه. این دمای خود منزلت به تطبیق میکنه. اگه بگی 30 درجه یعنی دمای محیط خونت 30 درجه بشه، اگه کردیش 18 متقابلا دما رو به 18 درجه میرسونه. فن اسپید، آقا فن اسپید رو ببین خیلی راحت. ببین این دکمه رو من زدم، این چرخشی شد. این یعنی چی؟ خودش اتوماتیک. من یه بار دیگه میذارم، مثلا میشه این کم، متوسط، حالا مثلا متوسطش هم بیشتر و همجور میره بالاتر تا برسه به نهایت حد اکثر. مثل خود پنکه‌ای که تو خونه داریم، کم و زیاد داره 1 2 3، اینا دقیقاً همین کارو میکنه. حالا ما در این پایین اگه دقت کنی سوینگ نوشته. سوینگ وقتی که به این شکله اصطلاحاً میگن سوینگ افقی، یعنی همون لبه‌ای که یونیت داخلی بالا میتونه پایین و بالا بکنه. اینه که بزنی این گوشه برات مینویسه تو چه وضعیتیه، پوزیشن تمام سوینگ رو برات اینجا میکشه با همین سوینگ. حالا یکیش هم بغل دوباره اونم سوینگ که اون عمودیه. ببینی این هم داره یکی به توضیح میده که آقا تو چه پوزیشنی قرار میگیره سوینگ داخلی عمودیت. حالا روم تیپ، آقا اینه که بزنی میگه آقا دمای منزل، دمایی که الان این کنترل هست بدون استفاده که دستگاه روشن باشه دما چند درجه است. من الان میزنم دمای اینجا 24 درجه است. اسلیپ مال وقتی که بخوای به دستگاه یه زمانیه بگی که آقا مثلا نیم ساعت رو بعد خودت اتوماتیک خاموش شد، یا بالعکس زمان کنترل رو شما مشخص میکنی، ساعتش درست میکنی، میگه آقا مثلا 12 ظهر روشن شد تا 5 بعد از ظهر. با همین دکمه ها تایمر آن تایمر آف فیکس میکنی و از استفاده میکنی. حالا در نهایت یه دکمه یه لایت داره که اینجا مال خاموش روشن کردنه، حالا همون نمایشگری که داخل پنل داخلی هست، و کنار بغلیش همون حالت اوکی یا پاک کردن تمام این آپشنایی که داخل دستگاه هست بزنی. و ای کلین هم مال وقتیه که اینو بزنی، ببین علامتش دوباره اومد، یه علامتی رو دیسپلی میاد.
این خود یونیت داخلی خودش را تصفیه میکنه. یعنی خودش را، حالا اگه آلودگی داخلش باشه یا حالا آبی داخلش باشه، با زدن این دکمه تمام اواپراتور داخلی شستشو میده خودش را به وسیله جریان باد و اگه آلودگی داشته باشه از اینجا خارج میکنه. ممنون که تا اینجا با من همراه بودیم. ممنون میشم که منو سابسکرایبم کنی، لایک و کامنت بذاری و به هم بگی که اگر که اسپلیتی داری که نمیتونی کنترلش و آپشناش به چه کاری میاد به من بگو، من همونو برات توضیح میدم. موفق باشیم.